فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و کامنت و دنبال و زنگوره رو بزن. برو بریم سراغ ویدیو. Here we go. لیلا همکار رئیس، خاله تانی، تا سکسی اومد دوست تانیا، سریال قاتل خونی. داداش پاشو، داداش پاشو. ای بابا بذار یه خورده بخوابم دیگه. امروز روز اول مدرسه هست، نمیخوای بری مدرسه؟ راست میگی بابا، سری برم. مامان بابا من دارم میرم مدرسه، روز اوله. باشه عزیزم برو. عزیز دلم پسر گلم، یه دوچرخه برات خریدم. اون زرده نه، اون مال بچگیاته، داخل حیات چیزه، جایی که ماشین سفیدمون هست. اوکیه ماما منم رفتم. باشه پسرم برو. رفتم برو. ای بابا. سلام آقا پلیسه. سلام خانم پلیسه. سلام عزیز دلم. امروز یه روز خیلی خوبیه، خیلی امروز برای من خوبه، چون روز اول مدرسه‌مه. اولین بارم هم هست میرم مدرسه، چون مدرسه ها الان بیشتره. اونورم راه داشت دیگه، این ور اومدم. آدمایی که میرن مدرسه سواد یاد میگیرن. آدمایی که سواد یاد میگیرن خیلی خوبن، میتونن کار بگیرن، پولدار شن. من دوست دارم مثل اونا باشم. نگاه کن آخه تو چرخه. ببخشید حواسم اون ماشین داشت رد میشه فکر کنم. باید برم دوچرخه‌مو یه زیر خشکه بزنم. البته مدرسه بزرگ سالم از ثبت نام شدم، نمیدونم ولی بابام گفت چون معلم قدیمیش اونجا بود منو گذاشته. جت پکی هم که بابام تازه خریده خیلی خوبه، دیروز تولدم بود. دیروز یعنی آخر شهریور، امروز یکی مهره. اشتباه اومدم بکنم باید برم طبقه پایین. جت پکم هم خاموش کنم. ای سلام لیلا. سلام خانم معلم، یه خورده دیر کردی. میدونم آخه حواسم نبود. خب بشینم دیگه درس بخونم. زنگ آخر. رفته بودیم اردو، بعدش هیچ کس نمیدونست میخوایم بریم اردو. بقیه هم فکر کنم الان میان کیفاشونو بردارم. من که سریعتر اومده بودم کیفم برداشتم تا برم. امروز جت پک فعال شد، یه خورده سریعتر برسم به مدرسه. خیلی گرسنمه. نمیدونم ولی شیشه معلوم نیم مامانم اینجا یا نه. مامان بیشه آبجی. آبجی حالت خوبه؟ داداش برو با من، برو پیدا حواست باشه. بابا خیلی بابا چی؟ مامان کجایی؟ بابا پسرم حواست خیلی به خودت باشه. پسرم اون پولی که اون بالا افتاده رو برد.
فقط فرار کن. یادت باشه من یه خونه دارم، فقط باید اینجا فرار کنی. باشه یادت باشه اون ماشینو سریع بردار. ولی من بلد نیستم رانندگی کنم. بودو فقط برو مامانتو پیدا کن. بابا مامان پسرم، تو باید وقتی بزرگ شدی انتقام ما رو از چی پسرم دوست داریم، هم من هم آبجید هم بابا. آبجی مامان بابا بودو ماشین سری باید بردارم. قبلش باید سری یه تیکه سنگ بذارم رو گاز. بپیچ به این بر. باید سری برم. باید سری برم. وای مامان بابا آبجی تو رو خدا سری باشید. من چیکار کنم بدون شما توی خونه تنها چیکار دارم؟ سر میبرم. مامان بابا بهتون قول میدم که اونا رو سریع بکشم. هر کی که شما رو کشته رو سریع‌تر بکشم. مامان بابا دوستتون دارم. این داستان ادامه دارد. Meus amigos de graga, eu pede de treta. Os amigos de graga, eu pede de treta. Cheia do pau, te levanta a mão. Joga a pistola pra cima.